یک سوالی دیگر هم آمده رسید، در چت نوشتند تماشابین ما نوشتند که در جای کار با پای افضال نماز خواندن ممکن است؟ گفته سوال دادند. برادرای عزیز، اگر پای افضال جایی که شما نماز میخونید زمین باشد، قالین نباشد، با پای افضال خواندن اجازت است. بعضی برادرها وقتی که همین خیل سخن را نقل کردیم گفتیم که این داملا همش خوب گفت و اینجاش خطا کرد، برای آنکه این گپ فلانی ها میگوید. آخر این پیامبر صلی الله علیه وسلم در طول حیاتشون همیشه با پای افضال نماز خواندن. برادرای عزیز، یگان مراتب پای افضالشون کشیده نخواندن در مسجد. در صحیح بخاری و مسلم است که حضرت انس گفتن که وقتی پرسیده شدن که آیا صحابه ها و پیامبر صلی الله علیه وسلم با پای افضال نماز میگذاشتن، گفتن که آره. امام بخاری سال 194 هجری تولد شدن، یعنی 184 سال بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه وسلم. بین امام بخاری و بین پیامبر صلی الله علیه وسلم 3 نفر است، در بعضی جاها 4 نفر یا 5 نفر است. 194 به دنیا آمده. از سن 10 سالگی الکی در مکه بودن، طلب علم میکردن. بعد سن 16 سالگی از سن 10 سالگی علم حدیث آموختن. این حدیث در صحیح بخاری هست. یعنی اون کس من نو آمدگی ها نبافته است و سببی اون که پیامبر صلی الله علیه و در مسجدشان مثل ما پای افضال ما کشیده میخوانیم، این خیلی نمیخواندن و با پای افضال میخوندن، برای اون که قالین نداشت مسجدشان. ما برای چی پای افضال میکشیم؟ برای اون که آخر قالین دارد مسجد، ولی قالین برای چی با پای افضال چنگ برایم؟ با پای افضال میخوندن. باره خیلی که اینم در حدیث صحیح ثابت است، در نیمی نماز پیامبر صلی الله علیه و آله از بالی پای افضالشون فرو آمده، یعنی پای افضالشون رو کشیدن و صحابه ها هم همین کار رو کردن. بعد پیامبر صلی الله علیه و آله بعد نماز گفتن که برای چی من شما رو دیدم که شما پای افضال های خود را کشیدید؟ گفتن که یا رسول الله صلی الله علیه و آله ما دیدیم که شما همین عمل رو کردید، ما هم کردیم. اونا در همه رفتار اقتدا میکردن، پیروی از پیامبر صلی الله علیه و سلم میکردن. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه نه شما باید این کارو نمیکردید. گفتم منو جبریل آمده خبر داد، فرشته جبرائیل آمده خبر کرد که در زیر پای افضال پیامبر صلی الله علیه و سلم چیزی از اذیت هست. میکروفونتون رو کشید برادر. وقتی سوال دادید میکروفونتون رو کشتن برای آنکه اخوان شده است. خلاصه یعنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم با پای افضال نماز خواندن. اگر شما به جای نماز در زمین ایستاده نماز میخوانده باشید هیچ گفتی ندارد. پای افضال به شرطی که تگش پاک باشد. پای افضال ها در زمانهای قدیم در بالای خاک راه میگشتن. خاک این جنسی آدم است، پاک است. درست است که تگش خاک آلود است، لیکن خاک پاک است. اگر انیق دانید که یگان نجاست است برای پاک میکنید. پاک کردن پای افضال با همون مالش دادن به خاک است. در زمانهای قدیم، در زمان ما همه جا سنگ مرمر، همه جا کافل، همه جا سنگ، کوچه ها اسفالت، هیچ کس به پایش دیده دانسته به بالای نجاست قدم نمیماند، کوچه ها تازه. لیکن اگر دانید که نجاست میشوید یا اینکه پاک میکنید. والله تعالی اعلم.